این ترانه را عباس شاپوری در حدود سال 1330 در حال و هوای یک عشق ناکام سروده و حسرت دیدار معشوق به زیبایی به تصویر کشیده. داریوش رفیعی هم با آهنگسازی مجید وفادار در آواز دشتی این ترانه رو به شکلی ماندگار اجرا کرده. با هم قسمتی از این قطعه رو با ستار اجرا می‌کنیم.